سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم سیام اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. اوکراین جسد پیلوت زاده تاجیکستان را به روسیه داد. خوشبخت ترسونوف را در کان بادام به خاک میسپارند. از تاجیکای خودشان پول میکندند. پرونده 4 مافیاز تاجیک در روسیه. زن و زنی بین مهاجران تاجیک در یک ساختمان در کنار پتربورگ. ایستادگری سزاوار استقلال در برابر رونالدو و تیم او. زمین در تاجیکستان 5 از 3 بال لرزیده است. و اکنون تفصیلات خبرها. اوکراین جسد خلبان‌های کشته شده چرخبال ربوده شده می 8 خوشبخت ترسونوف 35 ساله و نیکیتا کریانوف 28 ساله را در چارچوب دوره نوبتی تبادل جسدها و اسیران برگرداند. نیکیتا کریانوف را الکی در زادگاهش منطقه اولتوی یا التای به خاک سپاریدند. روز 1 اکتبر سال 2023 در مردخانه یا مرگ حفظه حربی جنوبی در شهر رستوف لبدان که جسدهای اکثر کشته شدگان در جنگ اوکراین را به همین مرگ میارند، همه تشخیص‌های طبی و دادگاهی جسد خوشبخت ترسونوف نیز انجام گرفته جسد او از جانب نزدیکانش شناسایی شده است. اکنون جسد خوشبخت ترسونوف را به اکاترینبورگ محله زیست اویله‌اش میفرستند. در اکاترینبورگ مراسم ودا با پیلوت کشته شده با اجرای رسم و رسوم حربی از جمله تیرپرانی به هوا انجام داده می شود و سپس جنازه خوشبخت ترسونوف را برای دفن به زادگاه شهر کان بادام تاجیکستان میفرستند. فرزانه همسر خوشبخت ترسونوف در مصاحبه با نشریه روسی بعضا نقل کرد که مذاکرات برای تبادل جسدها با اوکراین تقریبا 1.5 ماه طول کشید. گویا جانب اوکراین برای هر جسد آزاد کردن 2 اسیر اوکراینی، یعنی در عموم در عوض جسدهای شتورمن و تکنیک چرخبال می 8 4 اسیر را طلب داشته است. معلوم نیست که توافق نهایی بر اساس کدام شرایط به دست آمده است، ولی جانب اوکراین در نهایت جسدهای هر 2 پیلوت کشته شده را به روسیه برگرداند. فرزانه در مصاحبهش با بعض سر و صداها درباره از جانب اوکراینی ها تحقیر شدن جسدها و گویا حتی بریدن بینی خوشبخت را رد کرده گفته است. جسدها البته ویران شده بودند، ولی سبب آن میتوانست شرایط نادرست نگهداریشان شده باشد، نه بدرفتاری. خوشبخت ترسونوف در مدت خدمتش در صف قوه‌های مسلح روسیه با 2 نشان جنگی، اردن موژستو یا مردانگی و مدال ز ادواگو یا برای شجاعت سرفراز گردانیده شده است. قرارداد او ماه نوامبر سال 2023 به پایان می رسید، ولی همگی 3 ماه پیش از انجام قراردادش کشته شد. طور قبلا خبر دادیم 9 آگوست سال 2023 فرمانده چرخبال حربی می 8 مکسیم کوزمینوف که خوشبخت ترسونوف و نیکیتا کریانوف زیر دستی او خدمت میکردند چرخ بولش را از ولایت کورسک روسیه به اوکراین برده و مقامات آن کشور تسلیم شد. کوزمینوف برای این کار از آن طرف $5 میلیون جایزه گرفته است. او گفته بود که اعضای اکیپاژ از نقشه او خبر نداشتند و از تسلیم شدن سرکشی کردند و نابود شدند. سردار اداره جاسوسی حربی اوکراین کریل بودانوف بعداً تصدیق کرد که 2 عضو دیگر چرخبال ربوده شده مقاومت نشان دادند و کشته شدند. از خوشبخت ترسونوف یک پسر باقی ماند که همگی 8 سال دارد و مادرش به او گفته است که پدرش قهرمانانه هلاک شد، اما پسرش به مرگ خوشبخت تا حال باور ندارد. سرایوسط تفتیشات شهر سنت پتربورگ روسیه روز 2 اکتبر سال 2023 در صحیفه خود در شبکه فکنتاکت از انجام تفتیش پرونده 4 زاده تاجیکستان اعضای گروه جنایی اتنیکی یا قومی خبر داد که وابسته به نقش هر کدامش بر اساس 4 بند کودکس جنایتی روسیه قسم 2 ماده 126، قسم 2 ماده 162، قسم 3 ماده 163 و قسم 3 ماده 158 آدم ربایی، تماجویی، غارتگری و دزدی عیبدار می شوند. بنا به فرضیه تفتیشات عیبدار شوندگان روز 24 اکتبر سال 2022 در یک پارکوفکا در خیابان دونای در کنارهای جنوبی شهر سنت پتربورگ به یک هموطن خود حمله کرده او را با زوری به ماشین تمغه رنو بار کردند. آنها این مهاجر تاجیک را لطوکوب کرده با ماشین به قلمرو ولایت لنینگراد بردند و در آنجا با تهدید کشتن، با نمایش کارت و پیستولت، پول تلفن و ساعت او را که ارزششان تقریبا 34,000 روبل را تشکیل میداد با زوری کشیده گرفتند. آدم ربایان همچنین توسط تلفن
از صورت حساب گروگان 3,500 روبل را به خود انتقال دادند و شناسنامه و حجت‌های دیگر این مرد گروگان را نیز گرفتند. آنها همین طور به تهدید استفاده زورآوری نسبت به مرد گروگان ادامه داده از وی طلب کردند که اگر به آنها 1,000,000 روبل ندهد و خود را از شرمندگی خلاص نکند درباره‌اش معلومات بدنام کننده را پنهان خواهند کرد. جبردیده از ترس این تهدیدها اعتراف کرده است که 800,000 روبل دارد. بعد این گروگانان او را به نزد یک بنا به کوچه دوم کراسنویارمیسکایا در گوشه دیگر قسمت شمال پتربورگ آوردند. گروگان در اینجا با وعده بر دروغ رفته آوردن پول توانسته است از ماشین برآمده از دست گروگانگیرها فرار کند. این بنده به اعمال جنایی خود ادامه داده روز 7 نوامبر سال 2022 3 نفر آنها در خیابان کایوناوردان در پهلوی خیابان دونای که در جنوب پتربورگ جایگیر شده است با یک زاده آسیای مرکزی را تهدید کرده 49,000 روبلش را کشیده گرفتند. خود عیبدار شوندگان و یا نزدیکان و ادوکاتایش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی 1 سال پیش هنگام بازداشتشان یکی از آنها اعتراف کرده بود که هموطن خود را با چنین شکل جزا دادند، ولی او شرح نداده بود که آن زاده دیگر تاجیکستان چی گناه کرده بود که او را گروگان گرفته از وی 1,000,000 روبل طلب کردند. در اطلاع گفته می شود که تفتیشات دلیل‌های کافی جمع آورده است و به این دلیل این پرونده را برای تصدیق فکر عیبدارکنی به دادستانی فرستاده است. به عیبدار شوندگان بر اساس قسم 2 ماده 126 برای آدمربایی از 5 تا 12 سال زندان، بر اساس ماده 3 ماده 158 برای دزدی تا 6 سال زندان، بر اساس قسم 2 ماده 126 برای طمع‌جویی تا 10 سال زندان و بر اساس قسم 3 ماده 162 برای غارتگری از 7 تا 15 سال زندان نیز با جریمه به مبلغ 1,000,000 روبل تهدید می کند. به این ترتیب اگر دادگاه این 4 تاجیک را گناهکار بشمارد آنها برای سالهای طولانی در محبس‌های روسیه در بدر خواهند شد. صبح 30 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 11 شاهدان حادثه به پلیس نویه وسیولسکی ولایت لنینگراد روسیه زنگ زده درباره زنوزنی گروهی در محل ساختمان بنای استقامتی در کوچه شاسه دهه لاوریکی خبر دادند. شاهدان گفتند که در این میدان ساختمانی کارگران از تاجیکستان از گریبان یکدیگر گرفتند. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی از جمله مویک 78 کارگران جوان در جای کار خود در میدان ساختمان در مورینو رزبار کرده مناقشه برخواسته را با کمک مشت و لغت حل کرده شدند. شاهدان در این باره به پلیس خبر دادند ولی اشتراکچیان زنوزنی هنوز تا آمدن پلیس از آنجا فرار کردند. کارمندان پلیس در جای حادثه تنها 3 شهروند تاجیکستان اکو و دادر سنشان 21 و 18 و باز یک هموطن همگی 17 ساله آنها را دستگیر کردند، ولی بعد بازپرسی آنها را همچون شاهد جواب دادند چون که این 3 نفر در زنوزنی اشتراک نداشتند. تفصیلات دیگر این حادثه و سبب زنوزنی بین مهاجران تاجیک هنوز معلوم نیست. حالا پلیس نویه وسیولسک به تحقیق این قضیه مشغول است. به اشتراکچیان زنوزنی در صورت به دست افتادنشان اخراج از روسیه تهدید میکند. زنوزنی ها بین مهاجران چند سال باز مایه نگرانی مقامات روسیه شده است. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی ها با اشتراک مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها بهرمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حق عبور مرز روسیه محروم میکنند. در پایان سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که الکی بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی های عمومی از این کشور اخراج کردند. اکثر آنها را به مدت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند. قهرمان تاجیکستان باشگاه استقلال شهر دوشنبه شام 2 اکتبر سال 2023 در دایره دور دوم مرحله گروه لیگ قهرمان‌های آسیا 2023-2024 در گروه ی در مهمانی مقابل باشگاه النصر عربستان سعودی با حساب 1-3 شکست خورد، ولی در عموم ایستادگی سزاوار و هنرنمای شایسته نشان داد. باید ذکر کرد که حساب را در بازی در دقیقه 44 حملگر استقلال سیننسبی کشاد و تا دقیقه 66 قهرمان فوتبال تاجیکستان در بازی پیشرفت بود. تنها در دقیقه 66 به ستاره رقم 1 دسته النصر کریستیانو رونالدو میسر شد که
حساب رو برابر کند. سپس بازیگر برزیلی تیم سعودی اندرسون تالیسکا باز دو گل دیگر به دروازه استقلال زد، ولی در عموم مخلصان از بازی استقلال و اینکه دسته تاجیکستان از هیبت رونالدو و تیم او نترسیده بازی شایسته نشان دادند، راضی بودند و به شای استقلال را تفسیب کردند. در بازی دیگر گروه دسته التوهیل از قطر در میدان خود از تیم ایرانی پرسپولیس با حساب 0-1 شکست خورد. استقلال در دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2023-2024 در میمانی با پرسپولیس ایران بازی میکند. این رقابت 24 اکتبر در تهران برگزار می شود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. روز 1 اکتبر سال 2023 بعد 35 روز جستجوها جنازه حاجی بهاءالدین حیدروف ساکن 49 ساله دهه گذر مغیان جماعت مغیان شهر پنجکند را از دریای زرافشان در کنار دهه در نایه عینی پیدا کردند. یکی از نزدیکان مرحوم در صحبت با پایگاه خبری بامداد خبر داد که جنازه حاجی بهاءالدین را شام 1 اکتبر به ده آوردند و صبح دوشنبه 2 اکتبر به خاک سپاریدند. جستجوی پسر 26 ساله او علاءالدین حیدروف همچنان ادامه دارد. یادآور میشویم بهاءالدین حیدروف سال تولدش 1974 و پسر او علاءالدین حیدروف سال تولدش 1997 ساکنان دهه گذر مغیان جماعت مغیان شهر پنجکند که روز 27 آگوست سال 2023 با ماشین تویوتا لند کروزر رقم دولتیش 2222 از شهر خوجند به طرف پایتخت سفر کردند و در شورای خوجند دوشنبه بی‌درک شدند. این حادثه روزی رخ داد که بسیار از مناطق تاجیکستان از جمله مناطقی که شورای خوجند دوشنبه توسط آن میگذرد با سیل و بارانگری شدید روبرو شده بود. بر اثر این سیل و بارشات بیش از 20 نفر به هلاکت رسیدند. مرکزهای بین المللی زلزله‌نگاری خبر دادند که شام 2 اکتبر سال 2023 ساعت 19:03 به وقت محلی در تاجیکستان یک زمین لرزه سخت اقتدارش طبق جدول ریختر 5.3 بال رخ داده است. مرکزهای زلزله‌نگاری اروپا و بحر میان زمین خبر دادند که مرکز این آفت طبیعی در فاصله 44 کیلومتر به سمت جنوب و شرق از موضع قرقینجا یک نقطه اهالی نشین با 2800 اهالی در نایه لخش یا جرگتال در شرق تاجیکستان در نزدیکی مرز با قرقیزستان جایگیر شده زمین در عمق 13 کیلومتر لرزیده است. اما پایگاه بین المللی زلزله‌نگاری خبر داد که مرکز زمین لرزه در فاصله 48 کیلومتر به سمت جنوب و شرق از قرقنجه جایگیر شده زمین لرزه در عمق 15 کیلومتر به عمل آمده است. نهادهای زلزله‌نگاری خود تاجیکستان تا این لحظه درباره زمین لرزه اخیر معلومات رسمی نشر نکردند. درباره کدام خسارات یا تلفات بر اثر این آفت طبیعی نیست تا این لحظه خبری به دست نرسیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که ماه اکتبر در جمهوری با 2 صدمه مرگاور آغاز یافت. از جمله شب 1 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 01:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا مختارف سید حاتم ابوالعزیزویچ سال تولدش 1996 ساکن نایه فرخور هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت نایه فرخور در 140 کیلومتر شورای دوشنبه کولاب خاروخ کلمه از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت حرکت مقابل رو برآمده به ماشین تمغه اوپل استرا تحت دوره قبولوف ایرج جو روبویچ سال تولدش 1989 ساکن نایه دنغره که در کنار چپ روی ماشینگر توقف کرده بود برمیخورد. در نتیجه مسافر داخل ماشین تمغه اوپل استرا بوبویف رمضان سال تولدش 1989 و امیر خواجه‌اف شفقت سال تولدش 1998 ساکنان نایه ووسه به سلامتیشان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری می‌گردند. مسافر بوبویف بعد 3 ساعت در بیمارخانه جان داده است. همچنین 1 اکتبر سال 2023 تقریبا ساعت 13:00 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز میرزا خوجایف عالمجان سال تولدش 1986 ساکن شهر دوشنبه به اجرت رانندگی سمت شهر دوشنبه بختر در حدود جماعت دیهات آریانوی نویه کوشانیان
از عهده اداره وسطای نقلیات نبر اومده به قسم قفوی ماشین تمغه اوپل استرا تحت اداره وارثوف بلاجان سال تولدش 1989 ساکن نویه مذکور که در راه خود حرکت میکرد برخورده است. سپس ماشین میرزو خوجایف به کنار چپ راه بر اومده به نقلیات در کنار راه ایستاده تمغه مرسدس بنز که به محمد امینوف مرتضی سال تولدش 1991 ساکن امین نویه تعلق دارد برخورده است. در نتیجه راننده ماشین مرسدس بنز میرزو خوجایف، راننده ماشین اوپل استرا وارثوف و مسافران ماشین مرسدس بنز قاسموف خدای بردی سال تولدش 1973 ساکن شهر دوشنبه به سلامتیشان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری می‌گردند و مسافر دیگر ماشین تمغه اوپل استرا ایشان و زیبونیسا سال تولدش 1970 ساکن نویه کوشانیان به سلامتیش جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. او بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یکباره دو ساکن صلح‌خورده شهر خوجند با اتهام قصداً رسانیدن آسیب وزنین به سلامتی خبر داد، از جمله در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 71 ساله ساکن شهر خوجند با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر کرده شده است. این پیرمرد به آن گمان بر می‌شود که 25 سپتامبر سال 2023 تخمیناً ساعت 13:00 دقیقه در منزل استقامتیش در حالت مستی با دامادش ساکن 37 ساله نویه باباجان غفوروف از سببی که با دخترش جنگ و جنجال نموده است مناقشه نموده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی با کارد خوجگی به شکم و بدن دست چپ دامادش ضربه زده به او جراحت‌های وزنین جسمانی رسانیده است. نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 102 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 66 ساله ساکن شهر خوجند نیز با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر کرده شده است. این مرد سالخورده به آن گمان بر می‌شود که شب 21 سپتامبر سال 2023 تقریباً ساعت 22:00 دقیقه در چایخانه جماعت دیهات یاوه نویه باباجان غفوروف در حالت مستی با مرد 50 ساله ساکن نویه مذکور به یگان اساس بحث مناقشه نموده با مقصد قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتیش یک مرتبه با کارد خوجگی به بدنش ضربه زده به او جراحت وزنین جسمانی رسانیده است. نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 112 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیش این پرونده ادامه دارد. به این دو پیرمرد دستگیر شده بر اساس قسم یکم ماده 112 برای قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.